عزیزوف خواننده سال چهارمی مکتب صنعتی رقم 1 شهر خوجند میباشد و امروز امتحانی دولتی سپارید. از روی اختصاص سازهای ضربی که 7-8 نمود را در بر میگیرد مکتب موسیقی را ختم نمود. امروز نزد استادان و والدان و اعضای حکمان برآمد نموده استعداد خود را نشان داد. قهرمان گزارشی ما انیسه عزیزوف هنگام نواختن سازهای ضربی که یک چند نمود داشت در هیجان بود ولی نوبسته به این هنری خود را در سطح ضروری انجام داد. امتحان با موفقیت پس سر شد. انیسه عزیزوف برای سپردن امتحان دولتی همراه آموزگار خود نبیجان بابایف آمادگی جدی گرفته بود. او دوامی 4 سال تحصیل در مکتب صنعت تمام نازکی‌های سازهای ضربی را از استادان این مؤسسه به خوبی آموخته بود. اعضای حکمان هم به مهارت نوازندگی انیسه بهای بلند داده و وی ادامه تحصیل را در کالج و دانشگاه‌های صنعت توصیه دادند. دخترها دیگر جا خواندگی پایتشان نظر به دیگر دیوانه‌اش من باور دارم که همیشه اشکال تبریک شما و دختران روی سفیر. آموزگار نبیجان بابایف میگوید نواختن و پورا آموختن سازهای ضربی خیلی مشکل است زیرا این اسباب موسیقی یک چند نمود دارد. وی تاکید کرد که اصلا سازهای ضربی این ساز اروپایی می باشد و برای آموزانیدن آن به نورسان در ولایت سوخت آموزگار پرتجربه نیز کم است. پیش دوری شوروی بسیار باش میکردن، روس‌ها بودن، دیگر ناتس‌ها بودن. حاضر که از بس که کمتر وای شد بچه‌ها لکه بسیار آموخته‌اند. آموزگار نبیجان بابایف میگوید زمانی شوروی برای آموزانیدن سازهای ضربی به جوانان امکانیت خیلی وسیع بود. از سبب مشکل بودن این نمودی اسباب موسیقی اکثریت برای آموختن آن جرأت نمیکنند، اما بنا به گفته وی دوامی 2-3 سال اخیر صف خواهشمندان سازهای ضربی از حساب نورسان و جوانان تا جای زیاد شده است. هر سال آدم و یا دانشجویان بسیار جلب میشن، همینه که یا زنگ میزنن یا ردیتلشون میبیان уже بسیارتر خواهشمندان پیدا میشن حسابی اون که میبینن همین چیزی که مثلا شوق‌آور یا برای یا مقبول پسند است. در عموم مکتب صنعتی رقم 1 به نام لایق شرلی شهر خوجند را امروز 12 نفر خوانندگان از روی 7 اختصاص ختم نمودند. خوانندگان نزد استادان و اعضای حکمان از روی اختصاص‌های رباب، دایره، نی، فورتپیانو، گیتار، سلافون و سرایندگی برآمد نموده امتحان دولتی سپاریدند و استعداد خود را که دوامی 4-5 سال تحصیل آموخته بودند به حاضرین نشان دادند. بعد برآمد خوانندگان اعضای حکمان با آموزگاران مکتب صنعت مصاحبه نموده از کمبودی و خطاگی معسلین مؤسسه سخن کردند. به همه ختم کنندگان مکتب صنعت برای برآمدشان بهاگذاری کرده شد. عزیزوف انیسه 5، عبدالجبار و تمنا 5، محمود بلغیب الله 5. من شنیده خیلی خرسند شدم. تیاری خوب دیدم و امید هست که از قسم زیاد شما خواندن خود را در دانشگاه‌های عالی صنعت دوام می‌دهید. اکنون پس از چند روز دیگر این ختم کنندگان صاحب دیپلم میشوند و بعد ادامه تحصیل در کالج و دانشگاه‌های عالی صنعت امکان دارند همچون آموزگاری موسیقی فعالیت خود را به راه مانند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.